نداره همه جایی نمیشم تو کودکی نداره خیلی بدن هم بگم چی خیلی بدن در خونش خط بگم چی کنه که دست زندگی ما ای دستایی تو من خونه راشون ببینم زندگی راشون ببینم خماشون ببینم دین ما گیریم دقیقی هم زندگی فهمیدی به نام زیگونده حرام صدقه تر زن فرزند نکی دقیقی باید فرزند دیگه که تر دادن هم که زن ما بگم فهمیدی تر صدقه زنت کنه و تر صدقه فرزندت کنه بر به ناموس با همون که ماشینی که حرام سری ما قطعی همه جا نفسم گیریده ای بچه عذابای تو سر داره اینا فهمیدی و قدر که تو چه من عذاب دادی بعد به ناموس تو چه من عذاب دی و چه من عذاب دی در کدوم کار بگوه کنده به ناموسی حرام. Assalomu alaykum. İltimos xoş mekan kadomi ki aydas shmeya hamik chiz ami kudaka biomen karta huytnen ya borga videosh knen ay chi sabab iqadar ro aftoda shide dar zindagi qadar huytidam bakhshish lanat bar tvori padare خدا بزنه طوری اوتارو که نخو کودکی مایده ای حوز اینقدر رو افتاده اینقدر از زندگی بیزاره آخه ما ببشیدیم ده تا فرزند من نگاه دارم یک گنبار کودکای من میگه که ما از زندگی بیزار شدیم در بدنی تو کودک اینقدر عذاب کشیده اینقدر تو گپی گنده گفته آفرینی به همون زنه که قطعی تو زندگی کده ای قصا اینقدر تو او را هر گپی بد میگفته در پیش فرزندات اینه فرزندی خطای اولی کودک یکم تا دیگه گلان میشه در لوبای جو تو را کارچه شب میکن میپرتوف میره من چی گفتنیم برادرم من در توای دلم به همین کودک سوخته که آخه نمیتونم چه بیرزید کنم همین ونوتری مده چی گپ گذاشته استه نخوا که در تاجیکستانی در دولتی همه چی تامین ما همه چی آبادی دایم نکی فرزند به خوش میگو در یگان واینه در امی قدر گودک استرادت نمیکنه اوی که ای پدری خیلی قدر شکست خورده قدر عذاب کشیده که کودک در جنگ میبود اگر همه قدر عذاب نمیکشید من نه یگان گفتی گپا خدمه دانا میگیرم معلومه کنم پروستا دیلم ده همین گودک سوخته نمیدونم چه همین گودک بیام یه بار ایپش گپ زنم قطعش چی کار کردم من میتونم برای همون گودک تو این درجه را مردکا به انصاف شدن بعضی هاش ده من که همش در نظر ندارم التماس چی نگیرن آخه مردکی زن گرفتی ابیس پیچ باید که کودک تا تربیه بکه تو چی باید پیش کودک قدر گفتی گپا لط کوب کرده قدر گپای پس زده کودک همین میگه من از زندگی سیر شدم چی دیده همون کودک تو چی داده ده اون کودکی این کودک قدر عذابی چی را کشیده که میگه من از زندگی سیر شدم ای ذاتی پسته ای داشت نمی رفتی نمی نری زنگیری ندارن یا خیلی نگیره زنه دیوس